کارمندان میلیسا در شهر استرافشان ولایت سوخت یک قطار جنایت‌های دزدی را آشکار کردند. از پی شکایت یک ساکن 59 ساله شهر استرافشان به گمان دزدی یک نورسی 16 ساله و یک مرد 58 ساله همین شهر دستگیر کرده شدند. گفته می شود از مغازه این مرد شخصان نامعلوم به مبلغ 6200 سومانی مبلغ را دزدیده اند. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کارمندان میلیسیا هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی یک ساکن نابالغ 16 ساله محلی را با گمان دزدی دستگیر کردند. در برابر این از جانب کارمندان میلیسیا یک ساکن 58 ساله شهر نیز با گمان دزدی دستگیر کرده شده است. گفتانی است در شهر و نواحی ولایت سوخت شکایت از مورد دزدی و غارت قرار گرفتن خانه و اموال شهروندان روز به روز زیاد می شود. رسانه‌های محلی نیز همه روزه درباره دزدی پای در پای خبرها نشر می کنند. علاوه بر این روزی نیست که دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره دزدی و غارت گزارش نشر نکرده باشد. یک منبع پیام از ناحیه اشت گفت در روزی روشن که در خانه ام بودم، بعد 3 روزی از روسیه به وطن رفتنم خانه ام را دزدان غارت کردند. این مرد افزود نه فقط مبلغی از روسیه برده ام را دزدیدند، بلکه گوشواری و اشیای زینتی عائله ام را نیز با خود بردند. واهمه دزدی روسافزون در ناحیه پهن است، اما از دست پلیس کار ساخته نیست. یک ساکنی ازبک زبان شهر بوستانی ناحیه مسجد نیز به پیام گفت در دوام 2 ماه 3 مرتبه به خانه ام دزد درآمد. او گفت بار آخر از خانه ام گاو جوشا را با گوساله اش دزدیدند. دزدی چنان اوج گرفته است که هر کجای روی درباره دزدی گپ می رود. از اوجگیری بیش از پیش دزدی مردم به داد آمده است.